خب بالاخره داریم میریم نمایشگاه عکسای فرانکو فونتانا، یه عکاس ایتالیاییه که با رنگای زنده و ترکیب بندی های مینیمالش مشهوره و از دهه 1970 تا الان هم یکی از پیشگامان عکاسی رنگی تو جهان شناخته شده. حالا اگه بخوام بگم که دقیقاً توی چه زمینه‌ای بیشتر شناخته شده، در واقع کاراش اینجوری هن که بیشتر طبیعت و معماری رو به فرمای هندسی و رنگای خالص تبدیل میکنه و کلاً با رنگای زنده و ترکیب بندی های ساده و اینا در واقع شناخته شده. اینجا هم توی این اتاقه وسیله‌ای بود گوشه دیوار که خیلی صدای بم میداد و حس عجیبی رو بهت انتقال میداد. حالا 100% ارتباطی هست بین این عکساش و اون صدا و این وسیله، ولی خب من متاسفانه وقت نکردم بخونم. همونطوری هم که میبینین اینجوری نبود که نمایشگاهش مثلا فقط یه مجموعه باشه، مجموعه مختلف بودن با کارهای حالا با یه سری اشتراکات و ولی از هم کاملا متفاوت. کلاً توی کاراش طبیعت و معماری به فرمای هندسی و رنگای خالص تبدیل میشن و همونجوری که میبینیم با رنگای زنده و ترکیبای ساده و اینجور چیزا شناخته شده و عکساش هم مناظر طبیعی هستن همینجوری که میبینین و شهری که حالا جلوتر میبینین و در واقع یک نگاه تازه‌ای داره به زیبایی و هماهنگی فرم و رنگ که این خیلی جذابش میکنه و حالا نگاه کنین رنگ‌هاش خیلی زنده‌ن و در واقع میتونم بگم که استاد استفاده از رنگ‌های خالص و نور هست فونتانا. قسمت ها بیشتر همون مناظر طبیعی و ایناست که بازم میگم همه اون نور و رنگ و همه چیزو شما توشون حس میکنین. این بخش رو من خیلی دوست داشتم و ترجیح میدم که سکوت کنم و لذتش رو ببرید. فونتانا یه تضادی میاره توی کاراش بین آسمون و زمین و معماری که در واقع برجسته هم هست این موضوع توی کارهاش و اینکه آثارش هم یه آرامش خاصی دارن ولی در عین حال هم قدرت رنگه رو خیلی خوب نشون میده و همونجوری هم که توی تمام کاراش میبینین زاویه دید خاص خودش رو داره که در واقع میاد واقعیت رو به انتزاع تبدیل میکنه. حالا توی این قسمت هم یه مجموعه داشت که من خیلی دوستشون داشتم که نود هستن و خیلی با فرم و رنگ و اینا مثل همیشه بازی کرده و واقعا برای من جذاب بود شخصا.
در کل فونتانا باور داره که رنگ زبان جهانی زیبایی است. حقم داره، درستم میگه. اینا هم که کارهای کلاژشن. حالا من همه ویدیوهاشون نذاشتم ولی امیدوارم که لذت برده باشین.